خب تو این ریلز آموزشی میریم سراغ آشنایی مختصر محیط متاتریدر 5. اولین قسمت پنجره سمت چپ مارکت واتچ رو داریم که میتونیم نمادها و قیمت‌ها رو ببینیم. در پنجره پایین نویگیتور شما میتونید حساب‌های معاملاتی خودتون و اندیکاتورها و غیره رو ببینید. در مستطیل پایین صفحه اولین گزینه ترید به شما موجودی حساب و در صورت داشتن معامله باز آن رو به شما نمایش میده. گزینه دوم یک گرافی از حساب و گزینه سوم که هیستوری باشه تاریخچه‌ای از معاملات ما رو نشون میده. خب حالا برای آشنایی با نوار قسمت بالا میخوام چارت یک نماد رو براتون باز کنم. الان ما یه چارت داریم که میتونیم قیمت رو تحلیل کنیم. از این قسمت شما میتونید بازه زمانی هر کندل قیمتی رو که میخواید انتخاب کنید. مثلا دقیقه، ساعتی، روزانه یا هفتگی و ماهانه. این گزینه به علاوه یک کراس شیر هستش که باش میتونید تعداد کندل ها، فاصله پیپ ها و زمان بین دو نقطه رو ببینید. در این قسمت نوار ابزارها هست مثل خطوط افقی، مورب و فیبوناچی و مستطیل. از این قسمت هم هر نوشته‌ای رو که میخواید میتونید به چارت اضافه کنید. از این گزینه میتونید نمادها رو ببینید و با روشن کردن هر کدوم داخل لیستتون داشته باشید. گزینه ذره بین هم که برای زوم کردن استفاده میشه. منتظر آموزش‌های بعدی متاتریدر باشید. فالو لایکتون نره. مرسی.